سلام، اومدید به دومین ویدیو کانال ما. سلام بچه ها، اه، خوبین؟ ترکیب همون ترکیب قدیمه. امروز اومدیم که به اکس چه- دیت و این چیزایی که جدیدن ترند شده ریاکشن بریم. اکس دیت و بلایند دیت و اینجور چیزا که اگه من ایران بودم ببین من 100% اگه میگرفتیم. بفهمم ببین من اگه بفهمم ولی واقعا اصلا چه سیغه این اکس دیتو بلایند دیتو ببین بلایند دیت خیلی بفهمم. منطقی تره ولی اکس دیت رو من اصلا نمیتونم قبول کنم. همش حس میکنم فکر فیکه. کن مثلا فکر کن مثلا بشینی ما سایه اکسامون رو با تیر میزنیم بعد فکر کن بشینی مثلا رخ اه، تو رخ اکس یا عزیزم اصلا صحبت خیلی کنیم. اون فیکه. حالا بذار ببینیم چیکار میکنم. اینم یکی از برو بریم. پرویوتریناشونه. ببینیم چیه. علیرضا و زینب. علیرضا مرسی دعوت ما رو قبول کردید و صداش چرا انقدر اومدید و بد قبل میاد؟ از اینکه بریم سراغ سوالامون یه گوش خواهید میاد. اول یه کم گوشی داریم براتون دارم. یه سفارش بدید ساعت گرم هرچی دوست دارید. اول شما سفارش بده. برای Oh my علیرضا god. سفارش بدم. بله یه دونه لته. یه لته. منم چیزی که لته قراره او مای اول گاد. سفارش داده همون شکل موز. دیدی چی گفت؟ عالی چه بود عالی یادش کرد. پارسا اومد. یادت من تا اولین قرارمون چی سفارش دادم؟ تا چی گرفتی؟ یاد نمی من یادمه. منم یادمه اولین قرارمون وای بذار چی تعریف کنم گرفتی؟ بچه اولین چی قرار گرفتی؟ بگو. اولین من و تو اولین قرارمون که با هم رفتیم بیرون موکا سفارش دادیم. بله چرا با ببین تعجب گفتی؟ شک داشتی آره نه؟ نه یه لحظه داشتم اسمشو قاطی کردم. ببین موکا سفارش دادیم بعد خیلی شیک نشسته بودیم منم خیلی خیلی به خودم هم رسیده بودم نشسته بودیم موکا رو آوردن بعد موکایی که من قبلا خورده بودم همه چیش با هم قاطی شده بود اومد دیدم که نوتلاش جدا شکلاتش جدا این جدا بعد روشم خامه بود و من خیلی شروع کردم حرفه‌ای بود. آروم آروم آره من شروع کردم آروم آروم خامه رو خوردم و پارسا تا حالا نخورده بود موکا با من اصلا کافه و نمیرفتم. من تا قبل شیریناز اصلا کافه نمیرفتم. بعد اول قرارمونم رفتیم کافه. بعد من اصلا بلد نبودم چی بخورم. نگاه می‌کردم شیریناز چی میخوره منم همونجوری میخوردم. من هر کاری میکردم پارسا همون تکرار میکرد بعد از یه چند ویندوز هم اومد بالا که شیرین از ببین زای بازی در میاره بعد هم بزنیم بعد هم زدیم ولی خیلی خنده دار بود بعد آره. الان که خیلی با هم اوکییم دیگه به هم میگیم بله. بعد به ولی من گفت خیلی شکلات تو دوست نداری؟ گفتم چرا من دوست دارم. گفت پس چرا هم نزدی؟ خواستم بگم که من اصلا بلد نبودم که ته شکلات بکنم چاییه توپال ولی چای تهش. خلاصه ولی خلاصه هر وقت رفتیم یه چیزی رو سفارش بدین که از قبل خوردین چون ضایع میشین آره دیگه. من که اصلا کافه برو نمیخواستم. رومش ببینیم چی میگه. ولی پسره حرف قشنگی زد. هنوز مثل اینکه میخوره. شکلات یه درم لته دستتون درد نکنه مرسی. خب آماده ای؟ بله. من سوالا رو از کی بپرسم کی اول جواب میده؟ من جواب. یه چیز دیگه هم بگم یه چیز دیگه هم بگو بگو. بگم بگو بگو. ببین مطمئنم ولی روز اولی که اینا با هم دفعه اول رفتن بیرون پسر قشنگ خواسته چوسی بیاد لته چرا؟ میخورم نه. به خاطر اینکه زفر ماره واقعا البته خب بعضی دوست دارم ولی من خیلی نه. زهر ماره من نخوردم تا حالا. برو پارسا شوخی نکن مقص خوردی داره. باشه اوکی. خب پس بریم سراغ این که آقا کدومتون پیشنهاد پیشنهاد دوستی کن. میخوای دوستی ما هم دارم جواب بده؟ بدیم شیریناز؟ آره پیشنهاد دوستی از سمت کدوم بود دست از سمت من بود. خیلی پیشنهاد خلاصه دوستی میخوام از توضیح سمت بدم. تو بود اونی که بگو میخواست ولی تو بودی چون من اون موقع به همه پیشنهاد دوستی میدادم. پارسا چقدر بیادبی خب درصد تو فکر کن الان همیشه. خانواده ما این ویدیو رو ببینن نه نمیبینن ایشالله. من اون موقع به همه پیشنهاد دوستی میدادم شیریناز جزوشون بود. من قبول نمی‌کردم. خب بریم سوال بعدی. پارسا نه وایسا اجازه بده ادامه رو من بگم پارسا به من پیشنهاد داد و ما با هم اولین بار که بابا رفتیم کامل بیرون نگو من بذار هم بچه‌ها اون باشن. نه کنجکاو وایسا باشن. من همون روز به دوستم مسیج دادم همون لحظه هستن که از ماشین پیاده شدیم که بریم کافه که نه چون اون موقع میدونستم پارسا میخواد بره بخاطر همون موقع گفتم نه منم و من خواستم. نمیخواستم بعد از 2 هفته به این فکر کردم که شیریناز جان عزیزم تو میتونی یه فرصتی به پارسا بدی و اون موقع فرصت دادم و اونی که به همه پیشنهاد میداد و کردم یه آقایی که الان دیگه دارین میبینین دیگه ماشاءالله. هی. تو اون بفرمایید دو عزیزم. هفته من چیکارا که نکردم. بریم ادامه بدیم. متاسفانه. پارسا صدای منو در پشیمونی الان بریم. چرا اینجوری نشستی؟ خب اومدم نشستم که دیگه صحبت کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم دیگه. پسر چه بد حرف میزنه. بله چجوری پیشنهاد دادی کجا دادی؟ والا ما داشتیم اینستاگرام میچرخیدیم حقیقت. دیدیم یکی استوری گذاشته اصلا نمیدونم کی فالو کرده بودم. استوری رو نگاه کردم یه عکس بود که به عنوان مثال یه پسره به دختره گفته بود سینگل یا چی ردی شده؟ گفته بود عکساتو ببینم.
ما هم پیام دادیم اونجا که خیلی خوشتیپ و جذاب بودیم دیگه قبول کرد. چی شد؟ و گفتم بریم بیرون، گفت بریم بیرون. دیگه من چیز دیگه فقط نمیدونم. بی‌ادب و پررو چی گفت اصلا نفهمیدم. یه پسر استوری گذاشته بوده این رفته اون چی؟ نه فکر کنم دختره استوری گذاشته بوده این جواب داده بوده. برو ادامه‌شو ببینیم. من نفهمیدم. نتونستم نه بگم انقدر خوب بود. دیگه چیزی که عیان است خیلی چه خوب حاجت بود. به بیان است. خیلی شما عیانه. میشه. پیشنهاد اول قبول کردی یعنی تا تو متاسفانه. متاسفانه دیگه کاری که جذابیت میکنه واقعا چیزی نمیکنه. پسر فکر میکنه دیگه یعنی جواب ته داستانه ها. ته داستان جذابیت پسره. درست. خب من بریم خیلی سراغ مشکل دارم واقعا با ارزش آدمایی که اینطوریه. از چیه من خوشت اومد چی ناز؟ همون قرار اول. اصلا قرار اول من خوشت اومد. نه من قرار اول تو خوشم نیومد. منم خوشم نیومد. خب بریم بس. قرار اول نه ولی با من اون همه به خودم نه، رسیده نه. بودم و هیچ چیه من خوشت نیومد. جالبه. ببین آخه یه چیز جالبت بگم. من فکر کنم مثلا اتفاقی که برای من تو افتاده من دارم می‌خواست توی ویدیو دیگه بگیم ولی اتفاقی که نه بین الان من و تو کامل افتاد نگو بذار همین توی ویدیو دیگه میگیم. آره اگه لایکش بشه آخه 1,000,000 تو ویدیو بعدی میگیم. پارسا یه چیز قابل شدن بگو. خب بگو از چیه من خوش نیاد پس اصلا خیلی جالبه. ببین الان میتونم ولی بگم از چی خود چی؟ از قد بلندت ابروی کمر باشه بریم خجالت زدم نکن. آخه نمیدونم واقعا اون موقع از چیش خوشم اومد. واقعا نمیدونم. اصلا گیج شده بود من دیگه. شما اوه پسره چقدر سادگی گول سادگیشو خوردم. خب بذار از زینب بپرسم. زینب علیرضا از طریقی که با شما آشنا شد و این داستان خب تا این اواخر که کات کنید چه تغییری تو رفتارش داشت؟ ببین خب تو مثلا قبل از من فکر می‌کنم مثلا آدمی بودی که خیلی پلن مشخصی نداشتی. خیلی بیشتر سعی می‌کردی که مثلا دختر بازی کنی و از اینا. ولی خب واقعا وقتی من اومدم یعنی اصلا چیزی که دوستاتم واقعا میگن اینه که واو شیریناز بعد از اینکه با تو خیلی تغییر کرد و واو واقعا خب من میبینم تغییراتو داره. من چه تغییری کردم؟ تو هم خیلی تغییر کردی. تو خیلی خوب شدی. تو رو من بزرگ کردم دیگه. تو سلف دختر منی. کانفیدنس آخه ولی سلف کانفیدنس هم خیلی زیاد بله شد. عزیزم با تو من خیلی برو کلاسای خصوصی ادامه. داشتیم. بریم آشنا شد و این داستان ها خب تا این اواخر که کات کنید چه تغییری تو رفتارش داشت؟ آدمی که من روز اول دیدم خب یه آدم خیلی صبور بود. پسر چه اینجوری و نگاه خیلی میکنه. با حوصله بود. خیلی هم دیر به دیر آماده است عصبانی دختره یه شد. چیزی یعنی بگه شاید من تا بپره. یک ماه اول اصلا عصبانیتشو ندیدم. او پسر ولی عصبیه. این اواخر حقیقتا میتونم بگم مثل سگ پاچه میگیره از شدت عصبانیت. پسر عشق میکنه میگه مثل سگ پاشه میگیره عشق داره میکنه. اصلا آره اصلا من نمیتونم نه، پسر رو خدا تحمل شکر. کنم. تا قبل اون کات کردیم دیگه. فیزیکی نرسیده. میدونم قضیه چیه؟ اوه. همه نیمه خالی لیوانو میبینن. ما این همه خوبی کردیم، این همه خوب باش، این همه صبور باش. به خاطر شرایط حالا آدم یه ذره عصبی بشه داستان نهاییش میشه این. من چیزی که اول ازت دیدم یه آدم ساده، نه لجبازی داشت. من کلا دوست دارم حرف خودم باشه. اینم از روز اول دیگه مشخص بوده. دوست داشتم حرف خودم باشه. غلط کردی تو. از روز اولم آ، مشخص ببین بود. یه چیزی بهت بگم. 20 میخوام سالشه برم بالا پسرا. منبر. پسر 20 سالشه پسر 20 سالشه. که دیگه حرف من باشه. ببین تو هنوز به حرف مامان بابات باید گوش بدی. ببین من یه لحظه برم بالا منبر. یه لحظه به من اجازه بده. برو. ببین اول رابطه هیچکی عین آخر رابطه نیست. عین وسطاش هم نیست. اصلا تو اول رابطه یه آدمی زمانی که میگذره یه آدمی شرایط مختلف پیش میاد. شرایطی به وجود میاد که تو بی‌حوصله‌ای، بی‌عصابی. مثلا یه روزایی تو خودت بلند میشی که حال نداری و میدونم که پارسا من دارم داری میبینم که میبینیم. داری. خب بگو. بله. مثلا تو خودت یه روز بلند میشی صبح حالت بده. میدونم تا من 24 کاغذ ساعت بیارم آینده واقعا بنویسم تو اینا حالت رو. بده. خب من همینطور واقعا یه روزایی منم خیلی عصبانیم ولی اصلا قرار نیست حرف کسی باشه. تو یه روزایی عصبانی نیستی. تو یه روزایی عصبانی نیستی یعنی درست. بارسا خیلی نکتهش اینه. بدجنسی. خیلی بدجنسی. ولی واقعا
اصلا برام یعنی آدمی که فکر میکنه که من دوست دارم حرف من باشه ازم تو خونه مامان بابات بمون، خرید بازی براشون در بیار، اونا هم به حرفت گوش کنن. با ببینیم دختر چی میشه. مردم حق نداره بری تو رابطه. ولی اینکه بفرمایید. الان دیگه میخواد این شکلی نباشه رو دیگه حقیقت من نیستم. هرچی کشیدیم هم از همه خودخواهیات بود. خودخواهی من از اول خودخواهی. من همه جا میگم من آدم خودخواهی. همین باعث چه شد افتخاری که هم اینجا میکنه. برسیم. باش بذار سفارشاتون بیاره ما بریم سراغ سال اصلی. مرسی. یه سال با هم چجوری موندن اینقدر مشکل چند وقت داشتن؟ با هم دیگه تو رابطه بودی؟ ما الان میگیم والا فکر میکنم حدود یه سال. یه سال. 1 سال و 9 ماه با هم بودیم. چقدر زیاد. خیلی اختلاف داشت. این گفت یه سال، اون گفت یه سال و 9 ماه. تازه اون گفت حدود یه سال، این گفت 1 سال و 9 ماه. 2 سال تقریبا. این مشغله کاریه دیگه، آدم فکرش هزار جا هست دیگه، به این چیزا مشغله کاری. آخه نوید ناز چیه چی؟ واقعا؟ آخه 20 سالشه، این چه مشغله کاری داره دقیقا؟ من مهاجرت کردم اینقدر مشغله کاری ندارم. بیکارم صبح تا شب. دیگه هر کس نظر شخصی رو داره دیگه، من کارم مهمتره. اوه وای. کارم چی کار میکنه؟ خوبه یه سری حرفا اینجا رو میشه. بذار علیرضا من از اینو بپرسم. علیرضا زینب تا حالا پارسا یه چیزی بگم، من اگه جای دختره بودم خب نه بذار، ولی سفارشاش بیاد، سفارشاشون بیاد. من اگه جای دختره بودم چی سفارشا که اومد میریختی رو سفارشا رو کسافت؟ پرت می‌کردم میریختم رو پسره و میومدم، مثلا وای نمیستادم این بابا همه 2 ساله با یه یارو جواب مونده، میدادم. دخترم اوکیه دیگه. بابا من که میگم فیک هستن، کل اینا من میگم فیکه، یعنی خیالتون راحت باشه. خب وایسا یه لحظه وایسا، تو فکر کنی متولد چه ماهی ان؟ چه بدونم چیه، من متولد ماه تو رو یادم. پارسا چقدر بیادبی، همین الان بگو روز و ماه تولد منو بگو همین الان. با من آخه ماها رو بلد نیستم. آذری عزیزم، آذر. چند آذرم؟ خب بریم ادامه ویدیو، داره تایم زیاد میشه. پارسا فکر کنم چند وقت دیگه ما باید تو این ویدیو آره شرکت بذار کنیم. من یه رزرو کنم. ماه بعدی شد. ولی من فکر می‌کنم پسره، حاضرم با شرط ببندم یا مردادیه. خب تو به این ماها میتونه مگه خردادی اعتقاد هم داری؟ من اصلا باشه، اعتقاد ندارم. تیر ماهی. تو الان پلی کن ببین پسر متولد چه ماه. نه الان پسره باید ماه دختره رو حدس بزنه، دخترم برای پسره رو. اون پسره با این سیسی که نشسته الان میگه من اصلا نمیدونم این اصلا کی هست. تو اصلا کی؟ بیا متولد مهر بود، مهر. بابا قبول داری آدم یادش نمیره شیریناز. تو با یکی 2 سال تو رابطه باشی مگه میشه آدم واقعا متولدش یاد بره؟ چه ماهی، حالا نه روزشو آدم این ور اونور میشه ولی ماه نمیشه. آره واقعا آره. نه. بعد یه صفت خیلی بارز تو زینب که حالا از بهریا تو این 1 سال و 9 ماه دیدی چی بود؟ مطلقاً صفت. غرور، مطلقاً لجباز. مطلقاً. به دختره میاد مهر لجباز ماهی باشه. اصلا مغرور نیست. چه لجبازی دیدی؟ به نظر من مطلقاً اصلا لجبازی لجبازی بهش که شما نمیاد. هم من نظر میخوای اعمال نمی‌کنی، هم کار خودت، این مسیر صاف خودته، ما هرچی مسیر میانبر میدیم انجام نمیشه. این دیگه حس میکنم بابا قشنگ رو مخ پسره بوده دختره و من اینجوری حس میکنم. آخه پارسا یه قضیه‌ای هست، واقعا بعضی از پسران دلشون میخواد همش هر چی میگن دختره گوش کنه. دخترم واقعا بعضی جواب اینو میخواد، ولی بزن من دارم عصبی لجبازن میشم. دیگه. به چه درد میخوره این زندگی؟ من خودم یا عقل اول دارم فصل. خیلی راحت میتونم تصمیم بگیرم. خب بچه رو نظر میخوای؟ نظرت یه سری جاها محترمه، نه همه جا. آها درسته. والا ما تا حالا که ما محترمی تو نظرامون ندیدیم، حالا اشاره که تو پسره چقدر بعدی بده، همچین بد محترمی حرف برای میزنه. فرد آینده باشه. چقدر بد حرف میزنه. خورداد. خوردادیه. دیدی گفتم آفرین بابا. چرا آخه من به ماه اصلا اعتقاد ندارم، چه ربطی داره خوردادی؟ من این الان همه اعتقاد خوردادی پیدا خوبم دیدم. نه ببین خردادی ها معمولا یه لمی دارن که اگر اون لمه رو واقعا بلد نباشی میتونن دهنتو صاف کنن و انقدر میتونن بیادبانه واقعا رفتار کنن، و انقدر میتونن چیز داشته باشن، جرأت و نه جرأت نمیشه اسمشو گفت، میتونن انقدر شرارت اسمشو میشه به گذاشت خودش داشته باشه. آدم ربط داره. آقا بریم تنوع طلبه تنوع طلب پسره. و مودیه، خیلی مودیه. سلامت باش. این که قبول داره قشنگ توفت اونه خط قرمز پسره. مودی و وای چقدر تنوع طلب عشقم میکنه. خیلی خوبه.
آره نه من تو همین چند لحظه متوجه عریضا خیلی قشنگ خود قبول میکنه همه چی. نه چیزی که هست دیگه هست. بله. وای آقا من یه سوال چیز واسم پیش اومد. چند چند وقت وقت کات کات کرد با هم دیگه؟ فکر کنم یه 3-4 هفته شده باشه. 3-4 هفته است کات کردن. مثلا من دخترش میاد. تقریبا هم 4-5 تازه هفته تازه است. یه ماه کات کردن تازه اینو. داغ اون میگه 3 هفته میگه 4 نه، 5 بوده 6 مثلا. یکم برو بیشتر هر نه یه ماه کات کردن دیگه. یه ماه چیزی نیست که. این از 3-4 ماه قبل این داستانا بوده دیگه، یه جا گفتیم خداحافظ اما تمام. واسه ایشون که از 9 ماه پیش ظاهرا بوده. 9 ماه حساب نکرد. 9 ماه درگیر بودن. خیلی خودم نشدتون بخورید تا من سال بعدی بپرسم. آماده. فشار تیم وسط نیفت. من اوکی ام ادامه بدیم. کمر بسته به جنگ. خب زینب اینو تو بگو ببینم الان تو رابطه هستی یا نه؟ نه با بعد نه. 3-4 ماه مگه میشه رفت تو رابطه؟ وایسا. من نرفتم تو رابطه. تا خود میدون برات صف کشیدن دختر خوب، به خاطر همونه. بله میشه بصیرت چقدر ما حقیقت این قابلیت بیشعوری. ازمون گرفته شد که وای. نمی‌دونیم چیزا رو. ما نه منطق خودت می‌دونیم. تو صفی میبینی مسیر رو. الان میگه یه من تو رابطم بگو. دیگه خود صفی میبینی. خیلی صفحه بلند بود، حقیقت ما رو انداختن بیرون. علیرضا تو چی تو رابطه هستی؟ من دختره چرا پا نمیشه بره؟ خیلی عجیبه وایسا برام. که وایسا ببینم تو رابطه هستی یا نه. سنگین بوده فعلا زدم بغل دارم استراحت میکنم. تنها چیزی که راستگوف بکنم همین بود. فکر کنم از 9 ماه پیش برای شما حذف شده خانم کلا. محترما سر شما الان بیمار اعصاب روان دیگه داریم میشیم. پاچه. جوابش وای. اینجا نمیتونم بدم، اگه نه جوابی میدادم که دیگه نتونید دور بیرون نگاه کنید. وای پسره چقدر بده. ببین یعنی من واقعا متاسفم واسه اون بذار مؤدبانه‌شو بگم، واسه اون مادر و پدری که نتیجه تربیتشون میشه همچین سگی که با دختر مردم اینطوری رفتار با میکنه. دختر اینجوری حرف ببین هر وقت احساس کردی آخه نمیشه قضاوت کرد. شاید دخترم خیلی تو مخی بوده. معلوم نمیشه که. ببین من اصلا کلا همچین ادبیات درستی اصلا نمی‌تونم تو بگو دختره سلیطه افتضاح بوده باشه. بله درسته. آب بخورید یه خورده ریلکس باشید. من شروع نشده آبم شد نصف. پسره واقعا اذیته. اگه واقعی باشه این برنامه پسره واقعا اعلام اذیته. کسی قبول نمیکنه. کی دیگه مثل من چششون میبنده قبول تو یه می‌کنه نفر آخه؟ که دیگه نمیتونی این حرفو بزنی، تو خودت باخت قضیه رو دادی. باختم که قبول کردم. می‌خواستی نکن. اما دیگه اشتباه کردم. من گفتم بیا بریم بیرون کمتر از 30 ثانیه. کمتر از 30 ثانیه گو بریم. هم چیزی واسه من ممکن تو هم همین بودی. من استراحت کارم بود گفتم بریم دیگه. تو هم سراحت کارت بوده. آره. یه سری پس ریپلای نکردی فعلا. نه فعلا نه. چیز مالی ندیده. اوکی بذار بریم سراغ. بعد یه سوال بیشتر دعوات سر چی بود؟ بیشتر دعوا. بیشتر دعواهامون سر عصبانیت علیرضا شروع شد در واقع که باعث شد دعواهای مثلا ماهی بارمون بشه هفته. ولی یه چیز بهت بگم پارسا، پسره خیلی سعی میکنه که نشون بده آدم ریلکس و خیلی میگم عصبیه. معلومه اصلا. چیزیه، ولی هم شدیداً عصبیه. همین که اصلا بعد تو میبینی دختره با اینکه دختره خیلی ریلکس تره با اینکه، ولی اون با اینکه خیلی سعی میکنه کول خودشو نشون بده که نه اوکی یا تو باخت دادی و فلان، پسر داره میسوزه. بابا میگه آبشو واقعا خورده نصفشو. یه بار بشه روزی یه بار که دیگه اصلا نتونیم دو کلمه با هم دیگه هم صحبت کنیم. این صحبت‌ها رو خیلی کوتاه مجبور بودیم جمع کنیم که فقط دعوا نشه. خیلی جالب. مثل این میمونه که شما یه کاری بگی من انجام بدم یا انجام ندم، من بگم نه بعد انجامش بدی، اشتباه باشه خودت هم بفهمی اشتباه کردی بعد گردن نگیری. خب قطعاً فرد مقابل عصبی میشه. این که همه دخترها همینن. کدوم دختری گردن میگیره اشتباهشو؟ عصبی میشم. با من گردن میگیرم. آره خیلی. نه واقعا ما مثلا ممکنه دعوا کنیم و بحث کنیم و پارسا جدی سرتو تکون نده. نه دارم باشه تایید عزیزم. میکنم. ما بعد از این ویدیو بچه از همین الان من بهتون بگم بعد از این ویدیو من و پارسای دعوای حسابی داریم. دقیقاً گردن نمیگیری. اگه می‌خواستی گردن بگیری وضع به اینجا نمیرسی. عصبانیت تو یه خورده کنترل می‌کردی، اون چیزایی که باید میگفتی درست میگفتی، مطمئن باش منم گوش میدادم. من تو 3 لول راست میگه. آروم گفتم، متوسط گفتم. یهو صدامو بردم بالا، چرا متوجه داد میزنه تو برنامه؟ چی میخوای دیگه؟ من دخترم دوست دارم یه جاهایی نازمو بکشی، ولی تو این ناز کشیدن راست میگه. دیگه دخترها همیشه راست میگه، باید راست میگه. نازشون بکشی دیگه.
دخترن دیگه کارش اینو راست میگه. آروم میگفتی مطمئن باش خیلی جا قرار شما با گذاشتی دیگه دارم. ناز که هیچی دیگه لا اله. پسر چقدر لا اله بد الا دهنه. آره. بذارید بچه پارسا بریم یه بلایند دیت دیگه. من آره نمی‌فهمم من واقعا. دارم عصبی. بذار سوال بعدی چیه؟ بذار سوال بعدی چیه؟ خط قرمز چی بود؟ بذار خط قرمزش رو ببینیم. خط قرمز تو چیه؟ خط قرمز من هپیه. نه جدی. ببین جدی من چند تا خط قرمز دارم. مثلا دروغ واقعا خط قرمزمه، خیلی جدی. یعنی دروغ چیزیه که اگه من مثلا یه روزی بفهمم که مثلا تو سری به من دروغ گفتی، خدافظ، اصلا بدون در نظر گرفتن رابطه و همه اینا. و واقعیتش اینه که دومین خط قرمزم واقعا هپیه. بچه‌ها من یه فکت دارم. یه خب هپی دارم که 1 سال و 2 ماهشه و هپی واقعا خط قرمز ما خیلی منه. و دعوا زمانی که کردیم سر هپی، همون هپی جان. آره، به خاطر اینکه پارسا کلا آدم تمیزیه و من تمیزم. یعنی پارسا از من آدم تمیزتری. آره. و به خاطر همین ما معمولا سر هپی با هم بحث و اینا خیلی داشتیم و واقعا فکر کنم مثلا خودت هم قبول داری هپی خط قرمز منه. بله بله. ببینیم خط قرمز اینا چی که آره. با هم خط مونده. قرمزم یکی این بود که اعتماد داشته باشه، یعنی پیش‌فرض اعتماد رو داشته باشه، چون من خودم همیشه تو رابطه اعتماد 100 رو به طرف مقابلم دارم. اگه گندی بزنه ازش کم میشه. خط قرمزم این بود که اعتماد رو داشته باشه و حالا ببینه که در ادامه چی میشه. و داد زدن، من داد زدنم خیلی پسری دوست که خوراکش داد یعنی الان زدنه. اینجوری که شما میگی علیرضا پا گذاشته رو خط. خود خط قرمز علیرضا جان. آها، علیرضا تو خط قرمز چی بود؟ من پنهونکاری و دروغ جفتشم شکسته شد. و قطعا دیگه اعتمادی نمیشه. اوه او و مای دنبال گاد. چی میگردیم وسط اعتماد؟ میدونی پسره میخواد مثل کی باشه؟ اون مرامه هست. میشناسی؟ تو اون یکی مرام بلایندت. نه پارسا، میخواد عین مجیده باشه، پسره که میگفت دختر نباید غذا بخوره جلو آها. من. نمیدونم میخواد مثلا اونجوری باشه که عشق کنم مردم باش، ولی مثلا اعتمادی وجود نداره دیگه. دنبال چی؟ یا علی. آب بخور. آب خوردم. تموم شده رفته. اوکی بچه برم سوال خب سوال بریم من یه چالش بلایند می‌گیرم. دیت بریم دیگه. بعدی. واقعا نمیتونم تحمل کنم. حالا من امروز دیگه بسته. خیلی مرسی سمی ما رو شدم. دیدین. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. حمایت کنید کامنت هم اما بذارین فعلا تا یه غیبت دیگه. خداحافظ.